نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. گفتم شرایط زندگی ما عوض شده، باید خیلی مراقب باشی. اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. الان از تو چیزی خواستم؟ تو نت در اومده مشخصات باباست. آدرس خونه رو گذاشتم. چیکار باید بکنی؟ میدونم هیچی نمایش رو خاموشش کنم. اشتباه این بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه؟ مگه میشه نگفت؟ تا قبل رزبان کجایی؟ چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم.